کنسول بریتانیا الهرم کردستان را گهانده بردوام بین جهاری کاری کرنا پشمرگه و بریتانیا ده بردوام بین جهاری کاری کرنا هرمه بو چند سالن بهتن. کنسول بریتانیا الهرم کردستان ده داخوانیه که در را گهان ده بردوام بین جهاری کاری کرنا هزین پشمرگه و هزین امنه عراق جبو شر لدجی تروریستن داعشو هر واسطه ده بردوام بین جپشتوانی کرنا هر اکج حکومت عراق و هرم کردستان جی هاری کاری کرنا آواره دور جی دهتا کرن. حکومت عراق پشکایی که آخری بانکا نفدولتی ورگریتیه اندامه که لجنا دارایی جی را گهاند هرم کردستان جوی پاره چه پشکک نینه. عبدالقادر محمد اندام لجنا دارایی جبهات نینران عراق را گهاند پشکاوی قره عراق ده هفتی بوری دا ورگرتی نزیکی 605 میلیون دلار او قره گشتیه و بوهم عراقه به هرم کردستان جیبه. لیبه اگر آریشن دنبال هرم و حکومت بغداد پابند نبونا چلانه که برانبر قرن دارایی خو هر واسه به اگر بردامی وان آریشا نهی در جوار کرن که حکومت بغداد پشک هرم کردستان جوی قری بدتن. هزین امنیان عراق بردوامند پیشروی دا و برف آراسته باشور موصلو به دهان تروریستن داعش جی هاتینه کشتن. لیدی فوان زانیارین هاتینه بلاف کرن که سپاه عراق شیعه بچیتت ناو گنده عسجه دا و ریبونا سپاه عراق دگل چکدارن تروریستن داعش بردوامن. دوان پیشرویان هزین سربازیان عراق دا برف باشور باجر موصل بتری 20 تروریستن داعش هاتینه کشتن. جلعه که دیوه فروکن شریان عراق پیگه و بارگین تروریستن داعش لباشور موصل به دجواری بوم به باران کرن و به وی چنده به دهان تروریستن داعش هاتنه کشتن. گچه که رادگاهینیت پیدیه ده نهادارک به پاره زرم به هتدان سردان عبدالله و جلان بکن لزیندان امرالی ده برنامه که دا کوما جواکن کردستان گچه که راگهاندیه اشتی بزا و انجام دانا کودتای بسر پرلمان و حکومت ترکیه حکومت دستگیریه به دست سرکرن و روش آلوستر بویه بدویه ده وی دمی دارک بدیدنا عبدالله و جلان به هتدان بنامالا و جلان و پاره سری نوی بشن سردان هاوی بکن لزیندان امرالی ده به آن نامه دا که جاکه آماجه بوی چنده کریه دم سالا که شانده نهیلان اشکنجه سردان جلان نکریه ده نهادا او نزان ساخلمی او جلان یا چاوایو بدویه پارزر سردان نافبری بکن. ده شهر و لگدانکا دجوار دال نوبر شروان انجوات سربازی من بجو تروریستن داعش دا 8 تروریستن داعش هات نکشتن و ترنبیلکا زرپوش یا تروریستان هاتا دکشکاندن. اپراسیون رزگار کرنا باجر من بج به پیشروی شروانانو لجر ناو شهید فرمانتا باب لیله بردام و دنیترین پیشهاد داجی تروریستن داعش لساعت 4 سپیده ابرو لسیلان و هرش کلیه سرچند گندکال باکور و باشور و روش آوای باجر منبج لجلای شرفوان انجوات سربازی منبج گرزکا کشندل تروریستن داعش دایو ده انجام شرک دجوار دا 8 تروریستن داعش هاتنه کشتن. هوا هزین امنیان ترکیه بو دست سرکرن وان سربازان بردام کو تومت بارن به دست هبون ده کودتا سر نکفتی شوا اینیا بوری حتی نوکه نزیکی 6000 کسان به تومت دست هبونه ده کودتا دست سرکرینه و به گوتنا برپرسته که حکومی جی هجمارکا افسرین پلا بلند بو دوروبرن ترکیه روینه افروف روکن شرین ترکیه جور F-16 بسر اسمان دورن جدا جداین وی والاتی زفرنو لگرز زانیارین کنان راگهاندن ترکیه زورین افروکان به فرمان رجب طیب اردوغان سرکومار ترکیه بو به مرم آپاراسن آسایش اسمان ولات خویه درباره وی بابتی آژانس آنادول جزار چند جدرکن سربازی بلاف کریه به فرمان اردوغان و جپی خمد پاراسن آسایش ولاتی فرمان به زورین وان فروکا کریه لشوا 15 تموز و لدم پیکولن کودتای سپای ولاتی بزاوین کودتای دا کنترول افروکن جور F-16 و هلیکوپترین سپایی کرول دجی اردوغان و پرلمانی و چند آرمان جندی بکارینان.